ویرگیا اقنام رسوماتی او باجه سر بزن برام خلق همون دارا بری تحصیلدارات داد شهر و پفچون بیگ دهاتن سلاموریا مالبات این کردا گران رودنش قسمت کرنا لشکریه روزنامه آزادامار تا دنویسه به صدا خورتن گنج نوی وانا دنویسن و دشینن لشکریه بخواهی به خدا دهرن مال ملک نفر جواندن معین سیزا نظام نه بگه اگر خما گرانه جبت کو اوا ایدیا نویسارت روزنامه جبت کو بیش شربه دمینن گره جنن نوساویجی به بشت بر هر جوره نپوکیا زار نو بشکوی فقیری هیویاوانه گره جارا دیسا پردوام تکر روزنامه گره جارا دل ملیشی دل ملیش جبویاری کو راستی ملیاتین دیشه لوان روزا شنکه گندی زاره که بردستان دابو بسینگی خود به حیثن و گری دچون بر بدرگه دولت دیگو مهر لاو دوه امجی زندگی بمرن هیویگو ستاره که مهر بو ویجی برن ایدیجیان هفت ایتیما چرانه نویسره روزنامه خلاص کن بر رو شاگران کرد خواه آمده دکرن به هفت را سریع را کن دژی نحقیا لبیار کماچ بیار لزگین کرن هل داویا سباته دهی آداره اوی چاکی او دامه که سیزده روژا به حساب کرد و نو چه بو برویجی وان روژا دا مهادا و دنویسین هر دو دنویسین مثلا دهی آداره داویا سباته اگر سیزده روژ کرده ملا سلیم اصلا خواستوی هم نو بکن چنکه این دیگه سر روشنامه هنه جیا اگر ویل بیدن هر ناگرن سیزده روش جدادی دویزیا فلان مهی در کردن یا بیدن نا فلان مهی و هر دو چی یکن سیزده روشون بیاگه او بکن بگینن هم لداویا سواد ملا سلیم بری سرهدان دست ببه جویبریا لیانت ارمنیا استانبول را نامه دشینه بوه نواروکه وکی بزنگن که سرهدان کرده قد دجی ارمنیا نینه او دجی دستلاتاریه ایجاد از خان هرگلیا دویجم جبر که او آخفتنا من چما روس اسا ملا سلیم لخواهی درکت افهم گاف بود ملا سلیم بری سرهدانی آویت بود وقتی دوستانی ارمنیا و کرده خراب نبود در ماشر و دولت خشپاریز دشی سرهدان کرده را نبود دولت خودیست وقتی خصول ملا سلیم پاراست چونکی جالا پیشن وقتی خواه کرده که سیاست مدار و زانه خواندی دوزا کرده بنا دوزا کرده سری راد که و گاوی نسا داریجه که حتی هنگی کس نهاییده بود جناوا کرده سرزدان کرده حد دجی ارمنیا نینه او دجی دستلاداریه وی دنویسی بالوس پس گریکا ما ملا سلیم دنویسی پس گریکا ما به ارمنیا را تنه آشتانگی ما به دولت رانه آب گتناوی خلاص بود او یا راست هم بشه پاپاز ارمنیا وقتی تکوشینا کرده او مشک دژی دستلات داره بوی آرمانجی وقتی دولت چند تخواست وانا قبول کرد او ایدی گوشو تنویسه وقتی تخواست کرده او بویه بوی نوارو که بیش داده و ساشی سرو که
دیانت ارمنیا رو بتلیسه سوری گالنچان و در راپور پایا اجمیت را شاندی سرنامه ملا سلیم دسکنه و زده دکه که ملا سلیم هیوی کرده که آلمان جا کرده اوی خلق ارمنی رو بتلیسه بده ناس کرده او سوری گالنچان او کرده هیویا قاضی کرده ملا سلیم نوا ارمنی بتلیسه بلا کرد جاره اپالا خو بدن سر بر ساله گلو در راستیت او سرهندان چاوا مشیا چاوا بو هلوستا و شنوانا بری ارمنیا در راستیت نوچایی که ریداکسیون روزنامه مشد پشوقتی بی سرهندان دستاندن چه ساعت؟ مهمه ولی بیش دقیقه نه ترسيمه ترسيمه بالكي لوما باشه از خلاص که به کوب دکسی وان نویسه مشاد اشواقتی پر شهردان بیشه کند نویسی تر بترس و قواتی دیجی ارمنیا باشه گوری دوچای پستاند خوی کار کرد او سرهدان راستی پیشیش مرا خرید بود اشبرویجی دویسین ما نه راست او دشت نسروی و که او سرهدان بونا اجه خاناسی نپرداده او کرد زیاد دویشن و که زیانی نامنن ما از هنه که کرد قبله بلکه بنا پرسا یا پارتنا از مکتوبک جنرال شریف پاشا من روی واشاندیه بلکه نزانه هنک خواندنه هنک نخواندنه من متخواستم گلک گرنگه وقتا سرهندانه و ملا سلیم که لغنسول خانه بست کرونه و خوبشا دولت ترکیه به رسمی وزیر شرکت پاشاو با بلوز روسیا جواب بلوز روسیا دعوا کرد و که ملا سلیم تصمیم کرد و شریف پاشا که لپاریس بود کدی روزنامه‌اش مشروطیت بود نوکی مزن و گرام بود دنیای دا نامه که دشینه مکتوبه که دشینه وزیر روسیه در را او به فرانسیه کوپیاوی کتاب آمداره به فرانسی لیوارگر راوی گلد بالکشه ایروشی بلکی او از بخون مجوارا زیده نه دیدنه چونکه ناماوی گلد تشت گراوند کرد از تنه نما بخونم وزیر پریس ام بجم باقی نویسه 16 نیسان 14 یعنی دی سرهدان کرده بود لی ظلم لکردستان بتلیس در دور دیگریان وزیر پریس داما یوروپا هیویه که ترکیه ریفورم هدای سرخواه پیک بینه دولت عثمانی به گفتگوی سرسدم سرهدان کرده لبتلیسه بوارد سرهدان دشی ریفورمانه دخوازه بیرو باوریا چوا با یوروپای بخوابینه چوا کرد از برج خود بینن سردمین و سرهدانی راست بدم کویا برن ترکیه ده همو دخوازه ریفورم بینه در باز کرن لب بیراشی که من او کس عثمانی یک باوریا خواه به وی دولت که کمیته اتحاد و ترقی درست بویه که باوری دینه و بویه پیشی باور نکن که دولت کالا یعنی جی قدنات خوزه وی هیا قیدا قانون نو و باشته بده تصدیق کردن ترکیه باوری جی گرتیه که حکومدار آماده
چه یه خویا و چه یه نهینی دخوازن اسلام بدن را کرد. چاوا همون کسن به طرف شدادیه ددن مسلمان فاناتیک نینن. بله پارزگر دینن و زانن و گویا به سخ گریدایینه. اوانا و تم دجیوی سروگی دارین یک به دیدن اوانا همبری دین درد کنه. حتی نیکو سروگ کمیته اتحاد و ترقی سر حکم بن و به حکمداری آقا سلطان خلیف بن تحصیل آقا دخواهی بکن دم اوانا گل سالا شوردار و خدمتکاری میبونه دور نینه واقعی جعاله وانا مسلمانا مانیفستای نرازی بونه یه کرد پیک بین یعنی جوان ترک چی بین باوریا مثل دیانت ده ترک فاکتورا مورالی گرنگه و نکتنی نوا گرده گره بی پارستن لبره گره خودی درکمن چلکی پرانیا گل نپاندواره ده نوا کرده دا فکر دشمناتی دشی ارمنیا قطنه سروک سرهدان ملا سلیم جپاپاز بطلیس بلیزیا وی سورین برا نویسیه بونا با او جبر جارانوس ارمنیا برخواه نکبر او زانبه و براستی سروانا زورداری چه نبویه بلیزیا وی ظالم بیان دایه با سرهدان دشی دولت بویه نک دشی ارمنیا جاله دنیوا سربنگاه اثباتیه وقتی من دا خویا کرد امکارم بشن ترگرا نه یا حرمکیه او ترگر نه یا حرمکیه لیا بشتیه فای کردا عرب وساجی تود گفت کنتوی سریع هدن او یک البت به حکم خواه مزن سر هلوشین امپیراتوری عثمانی بگیره چاوا با مورالی وساجی به ماتریالی سرهویا پیدابونا به تجاکی نوبرا حکمداران و ینکو بن حکم دانن او چک ین پیشی دخوازن ببینن ین باشی به شکبریه پر مزن و قبول تکر ریفورم به شابون بهاتانا ناس کرن اگر او به دست ملی نسا بهاتانا پیرانی نو پارستن هم بلکی جانا باوری بن شکیدا نبیا یعنی به دست ملیه که ده پارستن اسلامیه در نواگر در ناف و دل بیانا بلکیش بونا مسلمان گلت شوار به ریفورم کمیته اتحاد و ترقی هر انشی قبول بکن دوباری هم بشین وقتی ترگر بری پیش دشی حکومت بویه و زیده دشی کمیته اتحاد و ترقی بویه دشی حکومت کو پشت پرده سرگنیه بونا کو ریفورم بیشیان بیده ترباس کرن و یادتی امپیراتوری عثمانی حل نشه یوروپا بری پیش گره پشتوانی لکمیته اتحاد و ترقی نکرد بلکه هر تنه اول وقتی دشی درباس کرن ریفورم سرگنیه خطر آمزن بونا به قضیابونا یکرده ترکیه و آشتی دل یوروپا جویده یوروپا تبلوی گرک بخوازه و بکر گل ترکیه سر حکم بین ملیه نسا که همبری وانا باوریا گرن مسلمان هیه جوانا باور کن و گر خدمتکار دین نتوا و سلطان خواهی آمنن وزیر بریز حرمت خواهی هر مزن دلوانیا و تسپیرن یکتی لیبرالا جنرال شریف پاشا اب نما هم با بیوگراف جیانویس شریف پاشا برنگه وقت دوکومنت کن نویسیه و پشتوانی سرهدانا کردابریه و پاراستنا موافق یعنی کردگریه و یک جیوادی زیده ویچاقی آلیه هنه ولاد خشپاریز و زیده داوید سال مسلمانی
ویچاکی به در شریف پاشه گلکی به اشکره او آگر برگو و دنیا گولگ دور پیش کرد. بشر دنیا روشاقا به کوک گوهاست. چار امپراتوریای مزن هلوشیا، امپراتوریا عثمانی، یا روسیه، یا آستریه، نمسای، و یا یابانیه. خلیق از زمین به دولت نو آدم نقشاندن. ام بلکه این روشی 100 سالان شون داشتی ندار به زد در خواندن آوه دمی او بویارم بیوا گریدایی و به کورایی فرایی اگرم دم آنگو دست بکا ساسر بیستی به هر آنی به شرط سوسال آبوریه سیاست نادولتی ها به پرسن گوپولیتیکی و گوهین چواکی و بویار اقاطی با گره ندن و شروع ندن. اگرم جفانین ویدمی بفرایی و نکن و رانخن سر سفره بنا بهور بینی برودن ماکن بویار سرطانه. دمک درش گیرو با کردای سالین داوین به پرده نزانینه و نخامتی بویه. نه آرکیون دولتان دهاتم ورگرن نه جی نرقدایی و مافدایی کاربون اشخار را ریح ورگرن. لسال شیستی یا سالیا در بازگویی من دکار خواهی اکادمیسیانه داد برنامه لکولینا جیانا کردای چواکی و چاندی لداویا سالیا 19 او دست بکا سالیا 20 دانی برخواه. او دست من گهیشت آرکیو روسیه یا کاری داشت. دوکومنت دیپلوماتی نگار سرحدان کردای سالیا 19 و 20 بر من فرگه. در زمان سرحدان دا بو اسازی سرحدان بطلیسه لسال 1914. او سرحدان جوان دوکومنتان بر من او از آقافتار بود. هردلی بود. گرنگ و هجاب بود که من به طالباتی دست به لیکولین سرحدان بطلیسه کرد. گاوا من نویس خواب زمان روسی لنینگراد ناکا پیترزبورگ وشاند لارمنستان چند هفکار من ارمنی یک دیروگزان دیدن انخواه سروی نویسه به نینی نگاتیف دانه خویار کرن او دش بود که از نویس سر بدلیسه ده پرتوکا خدا بواشینه من برخواه آرمان جردانی که از دیدن وانا آنگو وقت وانا ده بود سرحدانا بدلیسه پاشورو فیودالی او دشی ارمنیان بویا بطار بکن لیکولی نگر طالباتی اگر بدال بکن به لیکولی نگر طالباتی سرسردانا بطلیسی بنویسن راستی جنا راستیا دیروکه حقی و نه حقیا دیروکزانن دج جهر بشکرن همه سربنگاه چافکانین وانا بشکنن مران ناس کو وقتی روزنامه کووار و پرتوکین بزمان ارمنی سرسردان بطلیسی گلک سرگرمینه اون نویسار واشاندنه. پیراجی بیشیم وقتی میدیا روزنامه ارمنی بخواه کووار روزنامه بسدان بود. گلکش وانا هجاتیا خواه بنا لیکولینا دیروگ و چاندا کردی حتی ایروشی اوندا نکرده. پر به هوربینی هنگون آوان چافکانیان من لیکولینا خواه کوتار زمان ارمنی آماده کرد به ناو سرحدان سال 14 به مجلیس به نرخاندن چاپامانی ارمنیا. سرناف بخواه نوارو کو ارمانجا نویس ددا خویار کرده. ایلا ایجا دشبر این پرسا در خاندن سرحدانه
بالنعيمي دلي غازني خوش من نكرانا سال 85 لكوفارا أرمنيا ناسكري سرزانستيا ديلوكي وأدبياته نوبي فاطمة بناسيرا كان مهندس لكولينا من تشابو باز كنا وجدنا كده çünkü Ermeniye سال دلش تابي لكولينا ديلوكا كردا لا أركيبا روسيا منو براي خو بروفيسور أردخان جليل مقالة دوكومنت كوبوت كلمة كوشي حجار روبالي زيادتر وما آماده کرنا بونا چاپه مایا هیویا سپونسورا دوی براو که دا بسیدان دوکومنتین راپورین کنسولا روسیای هنش بتلیسه دوی زوان دا کلمین بلگای سرسردانا بتلیسه جداویا سالیا 19 امپراتوریا عثمانی کتب نوا کریزا سوسیال آمونیه و چواک سیاسیه شهر سال 1877 تغییر روسیه ده انجام دا سرحد هات به وقتینا چند حرمن گرینگ امپراتوریا عثمانی لرولات باکوری دولته جاری کافکاز زیده بو باندورا روسیه پرسا روشا ارمنیا بو بنگه گنگشیا دولت اروپایی بونا ارمنیا بریارا ریفورمان لشش ولایت رولات ترکیه هاتن کرتن لیستک سیاسی جهر آلی سر بگانی ناوی بریاره نکوکه توشو تندراوی پشدانی نوا گلن سروی عردی بنالین حرمین کسدان سالان به هورا دجیتن رابونه هفت بلی بیش او دیار دبو دو پیواندیا نوبر ارمنیا و کردان حرمین عثمانی ین آفریقای آسیا ناوی بالکانا هیویا هلواشینا امپراتوریا عثمانی بود دورا میلاد امپراتوریا بشواندین دولت اروپای دو بری بود دو بر پاشمایین سیستم فیودالی امپراتوریا عثمانی گندیا پریشان کرده بود گنداریا کورد نوا کارمند دستلاتاریه مزنایا ویرگیان باجان باجن دولت گران رودنشت سرقب جدکار و کوچر گل جراو شاخا گلکی نرازی بونا همویان ودگریا دجی حکومتاریا سلطان نرازی حکومت کس نافدار و خویا روشابیر و سیاست مدار گلکی جوانا یا لحبسه دا بود یا جی دست ظلم سلطان روی بون اروپای و رد گرن ولاد جراش کریزه درخن پیشی دشبر سری را کنن به ناو حفظکردن عثمان نو جرباندن وانا سیستم کنستیتوچه آنا یاسکی لترکیه آوا بکن بکنه پیمانا هاتن دجبر نو به ناو جوان ترکان سال 1980 جوان ترکان را لبهاد دست خلابداریش دست سلطان بگیره همو دجبر سلطان وگران والد لستانبول و باجار مزن حق رابو سرپیه وکی جیانا نو آوا بکر گازیه جوان ترکا براتی آزادی و وکربی که وانا ریولوسیا فرانسیایی کرده بود روشما جیانا نو لترکیه هیویک چه بود بونا پیشکتن والد لیسالک شنده جوان ترک برای سرهدان ایتلافی و کتن ایتلافی سالک 2009 جوان ترک شوید روشمه دور کردن هر دو شهر تری ایتالیا و بالقانا دولت کرنه نوا کلاپس آبودیه و سیاسی کلاپس گشبون هزن کرده سیاسی چواکی وقت هزن گلن جینار اواناشی ریدگریان بونا گره خواه جروشا بندستیا سلطان و جوان ترکا درخن
سرهندان بطلیس دست ببو مرف تریج سر بویاره که بچوک ولی بطلیس واقعی اوتوریته یا خورا ناوی خورا یا کتبو لناو حقی ولایت خورد بکه فرمان دا چلنگیتی تشبری دستلداری جوان امکان ملا سلیم بگرم چلنگ به معنا اکتیویست گوری دست نشان کردن معرف نوی دمی ملا سلیم خواهی ریز و حرمت دا مزم بود نوا کرده جرباندن گردن ملا سلیم کو فشلی بنا کردن ولایت بود نشان را کردن حالا سرهندانه از دخواست میشه براده نجوان دخواستم سر هوربینیا و سرهندانه گله جرا نویسیه بلکه کنفرانس سیمپوزیوم داشتیم که هفته از زیاده سروی ناصر کنم از کرتاوی دیدم تزاوی بنا کردن ولایت بو نشان را کردن حالا سرهندانه گنده کماچه که مولا سلیم تیدا بو ناولدا تکوشاری کرد جه همو حالا خلق حرکی کماچه باشه هزار کس بابا بطلیس نشان بیشتی آداره کرد بطلیس کرده همو بنگهن گرنگ کتن دست کردان بر هلیش کردان لشکر بطلیس دخانیا لشکریه دا حاصل بود او با آگره رشاشا مترالوس بیشنه رشاشا هلیش کردان دادان سکناندنه جندرمن باشه اوناشی دقراقولا خدا حاسبون او برخواد داد ایدن گشک بازار دست کردان بود سر شهر خودرژیه که بطلیسه از دویدم شهر خودرژیه چونکی اول خو وشارت بود لشکر و جندرمن آگر بردادن به توپ بچوکنه او دویدم به گله کارتچ یعنی گله بچوک گله اوکی دانا بردادن به دوره چهاز کسایه نک دتاقه وک بومبک او دتاقه وک هزار گله بردی او چهاز خلقه بجاتی و کارتچ نمیشه به گله کارتچ میترالیوس نوبارا وی دانیده دولت هزین خواهی لشکریش بازار نزیک شاندر سر بطلیسه و آوانا در دورا بازار کرتن و شانوان مجبور بود بازار بردن و شدرین هزین حاتی گله و شانوانا دید کرتن در ریز آواندا بود ریوابلن سردانه ملا سلیم چند هفکار خواه خود سپاردن قنصلخانه روسیه بیست روشتن یعنی پراستن سیاسی خواستن خور بینی لیکولینا بویاگن سر بطلیسی مده چند مخالن و پرتوگا خواهی 13 روپل جدیرو بگل کرد بالکش دایا بویاگ کرنه ایجا جبر بالکشی پرسه دوی از بسکنم سر دنگدانا اوشانا بطلیسی لناو دیاسپورا آرمنیا و خلق ترکیه سر بکار نوچاین کوش بطلیسی و در دور وید گیشت چاپامانیا آرمنیا مجبور دکن 28 آداره سال 1914 کاتولیکوس سروک دیانت آرمنیا به نامش پاتریارک سروک خوی دیانت قسطنطینیه استانبوله زاوین یکیه بخوازه راپوره که به زودترین دن بنویسه و ویسه روش ارمنیان بموشه و بطلیسه آبادار که جبر که لروجنامه دا خبر ترس و خوفه بلده بند هر بوی نواروکه دیوان کاتولیکوس نمازش نفساشی چه پاپاز ارمنیا بطلیسه و موشه آگر سرهندان ای بربوی ترس و خوفه بلا که نوار روشنبی و روابلن چواق ارمنیا جروجا پیشه روزنامه ارمنی نویسین خوفه بلا دکره
خودگراوی او تکوشین دست به بویا دیجی خلق ارمنی هر داره هیویا کشتن مزنن جدست ارمنیا چاکی وانا گرتنه خبر دشانده روزنامه را او تشتوا هنزده روزنامه مشاک به ترجمانی کریکار تنویسه گواه جندر çitaçı alıntı diyor kendini. Parlamentist veriyor. Alıntı. Ve nüvisaviye. Jandarme Türk'a derbasi piştgiriya musavana buna. U katla Ermeniya destekerine. Ve dora Muşe, Dike, Diyarbakır'e, Van'e, Samsun'e. Valiye bitkisi pişta Kurda'da bire. روزنامه گدنی گفت کار اوجی نوچای دوی نوارو کی بلدی کرد ترسو خوفا بو دست به بو نکوکی نابرا کرده و ارمنیا سر رفورم نو شش ولایتا جعالی دولت دهات گشت کرد بخواش سه صدام جیان گران و نحقیت دستلاتداری سرخط کندی در راستیه در نام خلق نراحتی مزن بیشتر دانید. بوری راپور دیپلماتیا روسیه بشر بالخانا سال 11 و 12 لترکیه دیجی کرده دست بو سیاست زوردستی. نرازی بود و سری راپور سراسری کردستان ترکیه دست بگیره بود دیجی بلد کرده